برای اینکه نمازهای خود را شکسته بخوانیم و روزه ماه مبارک رمضان را افطار کنیم چه مقدار مسافت نیاز است؟ در پاسخ به سؤال مطروحه جمهور مذاهب اهل سنت 16 فرسخ را معیار سفر قرار دادند. هر فرسخ معمولاً 5 کیلومتر و خورده می شود. مجموعاً 80 الی 85 کیلومتر مسافت برای مسافر شدن معین شده است. هرگاه هر یک از ما مسلمان ها از محل اقامت خود با حفظ جنبه احتیاط به مقدار 85 کیلومتر مسافت سفر کردیم می توانیم که نمازهای خود را شکسته و کوتاه بخونیم، یعنی نماز فرض عصر و فرض ظهر و فرض خفتن را 2 رکعتی بخونیم و همچنان می توانیم که نمازهای خود را جمع کنیم، یعنی نماز ظهر و عصر را با هم جمع کنیم و نماز مغرب و عشاء را با هم جمع کنیم و همچنان می توانیم که روزه ماه مبارک رمضان را افطار کنیم و 2 مرتبه باز بعد از اینکه از سفر آمدیم قضا بیاوریم.